چوچاق بچینیم، سبزی محلی گیلانی. اینم گلابی. این تا انقدر صفر بشه با یه خمیر برای اینکه تو آش وا نره رشتمون، هم نمک داشته باشه هم خمیر سفید. اینم سیر و سبزی. سلام به همه شما عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. هر جای این دنیا که هستین شاد و سلامت باشید. امروز اومدیم اقامتگاه ماماینا. مامان زنگ زد بیاین میخوام آش درست کنم رو آتیش. من پیش دخترم و زهره با هم بودیم دیگه، با هم دیگه اومدیم بالا. با من همراه باشین تو این ولاگ. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که همراه من هستید. خیلی ممنون از همه اونایی که پیام میذارن، لایک میکنن و به هم کلی انرژی میدن تو این مسیر. بریم که یه روز قشنگ داشته باشیم. خب ما برای پخت این آش اول به عدس نیاز داریم و لوبیای چیتی. حالا ما به این سبزا میگیم سسفیله. سسفیله و لوبیا چیتی و عدس. بریم که یه آش ترش محلی خوشمزه درست کنیم. داخل من و مامان اومدیم اینجا تو باغ، اومدیم چوچاق بچینیم، سبزی محلی گیلانی که تو بیشتر غذاها هست و عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. بریم یکم چوچاق بچینیم بهتون نشون بدم. گل محمدی دیگه رفت تا اردیبهشت بعدی. اونجا چه سبز شده. مامان بعد یه چوچاق بده به دوستان نشون بدم. این ترشانک آره. اینم سبزی چوچاق، خیلی خوش عطره دیگه. برای پاییزم که دیگه فوق العاده است. اینجا دیگه پاییز اومده. چه گردو رو ببینید. اینو شبیه انگور شده گردوه. اینم گلابی باغ مامانیا. اینم نمای از برستر زیبا. سلام. شما غیر از این اونجا میان برده. بله. اینم نمایی که ما از باغ میبینیم. We go where the bump is out of nowhere. You're gonna go there. دست شما در نکنه. چه حس خوبی. چه عطری داره سبزیه.
سیرم درست کردی؟ آره مرسی. من چون اومدم اینو بیرسونم. سیبیل چقدر بسته بود. این ننه کجا بود؟ همین خونه چی بگی سفته اون سیر بنیدیم سیرم حالا اینا رفتم چوچاق بکنم نبود اونا رو زیر درختم. حالا تو زمین ما پره از آره شما خیلی اینجا آفتاب همه چی میشه. آره آب بود بخوره هم جای آفتابش الانم آفتاب بعد دورش هم بسته است. اینم آب و نمک بس سفره. جان مامان برم بیا نه تو بگی حالا اونو الان همه آردو توی میکنی. برای خاله سپیدی میخواد رشته درست کنه. رشته آش. آش؟ بله. اون درست من. تو هم درست کنی؟ بلدی شما؟ خاله سپیدی چی کار میکنه؟ چه چوچاقی چیده خدای من. خوبه؟ مرسی عشقم ما اینقدر گشتیم تمام محبته رو ندید. هر سال طور بودم. برامون اصلا که داره چوچاق درست میکنه. مرسی آخه اون روز دیدم چندش به این نشون داد اصلا سرش این گشنیزه از اون سرش فقط بلدم و این بقیه‌اش رو نمیدونه. نمک تو بدی؟ آره خب ما خمیر رو انقدر ورز میدیم تا انقدر صفر بشه. باید این خمیر برای اینکه تو آش وا نره رشتمون هم نمک داشته باشه هم خمیر سفتی بگیریم. دیگه الان باید تقسیم کنیم و چونه بگیریم. نفسه خمیر نیاز به استراحت نداره. اما بله نشه درست کنیم. بله نصف کرد که درست کنیم. این شه خیلی صفت این گرفتم. شه همه بیاد داخل. اینم از سبزی آشمون. برگ چوکادر خیلی صفته بده؟ نه عالیه بتونیم باز کنیم. آره نهایت سفت کردم. رشتهش خوب میشه دیگه. این انگشت جاش کجا بود؟ تو جا آب بودی که تریه بنی؟ مرسی عشقم. آب بیارم ببرین دادره. Ama o babu.
گوش دادی؟ به همون گوش دادی؟ همه من دوست نکرده من ناراحتم اینجا. آفرین پسر خوب. چه دارم؟ من جلال اول می‌گردم. نه یه لیوان آب کن. خب اینم نعنا، چوچاق، سیر که کاملا آسیاب میشه و خورد میشه. کامل میتونین ریز ریز کنین که باید با روغن تفت بخوره. بریم برای خورد کردنش. اینم سیر و سبزی که خورد شد، با نمک با روغن سرخش میکنیم. بذارم کنار آتیش. سپیده بذاریم. سبزی ها رو ریختیم. الان هم که آبش به جوش اومد رشته رو بهش اضافه میکنیم. بله الان اینجا ما اون چیزی نداریم، داریم آش درست میکنیم. سیر من گاز. شما شروع کردیم به خوردن؟ نه نمکش چه آشی. من بدون سیر میخوام. آره من زیر سیر دوست دارم. سلام آقای سر رو رجینستان هم اومدن. بفرمایید. سلام علیکم. اصرونی خوش اومدید. خوش اومدید. بچه رو ببرن کنار. بچه برین کنار. هم مواظب باش. اسما یسنا جان بیل. سر پس میدن. با گلپر و روب آلوچه و روب ازگیل میخوریم. اینم خدمت جای همه تون خالی. از گیل و اینا بریز برشون. دمدمه برسه بیده. باشه. همین مگه آش خورم. الهی. من و زهره و یسنا و بچه ها اومدیم دلبرخونه ساناز جون. تولد بیتاست. با ما همراه باشین تو این تولد. تولد سورپرایزه. بیتام پشت داره. اومدیم باغ فندق.
باغ فندق پدرشوهر مادر شوهرم دارن فندق میچینن، دارن باغو تمیز میکنن. سعید اینجا افتاد. ما یکی دو ماه اینجوری زیرشون اینجا میده. آره این لابله ها این کلاه رو سری. اینم فندق خوشمزه، یعنی هر کی به من پیام میده میگه اگه فندق فروشی دارم به من بگو. داریم اینقدر فندقاتون خوبه. صندوق بادومیه کله قوچی. آره کشیده است ولی پربارن اینا. یه ذره پوستش هم سفت‌تره نسبت به بقیه، دیرتر میشکنه. اینا مال مکی زمانه. پسرش ببر فرش. خیلی ارگانیک و آخه اون اصلا ناز. این فندقای طبیعی با آب چشمه ارگانیک بدون کود و بدون هیچی، ببینید چقدر عالیه، مغز عالی. شماره تماس میذارم برای فروش، اگه دلتون خواست که میتونید تماس بگیرید. هم برشته شده داره هم اینجوری خام. اینم از فندق. خسته نباشید. اینم از گردوی امسال سفیده. خسته نباشی خاله. فندقای امسال ما خیلی با کیفیت، خیلی ارگانیک. عالی عالی واقعا. آب تمیز چشم آب دادیم، با چوب آب ندادیم. خیلی عالی. من سالای قبل که تو پیج اینستا میذاشتم هنوزم همه میگن ما فندق میخوایم. والله داریم، امسال داریم، پارسال نداشتیم. چشم حتما شماره‌تون رو میذارم، هر کی خواست که تماس بگیره.